سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند و سر حال باشین. خوش آمدین به یک ویدیوی دیگر از یوتیوب چنل ما. و امروز با یک ویدیوی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم و میخوایم برایتان توضیح بدهم که چگونه میتوانید یک ایمیل برای شرکت یوتیوب بفرستید. جهت اکانت بند شده ایتان توسط شرکت یوتیوب. در نخست راههای بسیار ساده و آسان وجود دارد که شما میتونید برای شرکت یوتیوب یک ایمیل بفرستید. یک راه ساده و آسان این است که شما میتونید از طریق کروم یا سفاری خود وارد سایت youtube.com شده و در بخش سرچ شما میتونید youtube.com بزنید و در بعد وارد پروفایل خود شده و در اینجا بالای تنظیمات کلیک کرده و بالای سویج اکانت کلیک میکنید و در اینجا در پایان یک گزینه است به نام اد اکانت. در روی اد اکانت کلیک کرده و در این قسمت شما باید اکانتی که توسط شرکت یوتیوب بند شده است، کد و ایمیل یا شماره خود را در آنجا باید وارد کنید و بعد از اون که شما در روی نکس میزنین و از اینجا شما پسورد میخواید. پسورد خود را اینجا وارد کرده و وارد سایت میشوید که شما میتوانید برای شرکت یوتیوب یک ایمیل بفرستید و در اینجا شما داخل سایت میشوید. در قسمت بالا نوشته است که شما نمیتوانید در گوگل اکانت خود دسترسی داشته باشید یا از طرف شرکت یوتیوب قفل شده است یا بند شده است. پایان آمده صفحه را اسکرول داون میکنید. در اینجا نوشته است کانتکت اس، یعنی ارتباط برقرار نمودن با ما. روی کانتکت اس کلیک نموده و در اینجا شما وارد یک صفحه دیگر میشوید. صفحه را اسکرول داون کرده در قسمت اول نوشته است ایمیل آدرس we can use to contact you. یک ایمیل آدرس اینجا میگذارید که شرکت ایمیل بتواند برای شما جواب مثبت یا منفی را ارسال کند و صفحه را پایان کرده و در بخش پایان اینجا یک بخش اساسی می باشد که شما می توانید در اینجا برای شرکت یوتیوب نظریه خود بنویسید و برای شرکت یوتیوب اظهار نمایید که اکانت من قابل بند شدن نبود، اکانت من را چرا بند کردین، لطفا دوباره اکانت من را باز کنید. پایان آمده سابمیت را میزنید. وقتی که این را زدین شما می توانید برای شرکت یوتیوب یک ایمیل بفرستید. و این بود ویدیو در مورد این که چطور می توانید به شرکت یوتیوب یک ایمیل بفرستید. و امیدوارم که از ویدیو خوشتان آمده باشد و اگر از ویدیو خوشتان آمده شد صفحه ما را فالو کنید یا سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار بدید و همچنان ویدیوی ما را لایک کنید. تشکر از تماشای شما.